عرض ادب دوباره خدمت همه هموطنان عزیزم. همونطور که ملاحظه فرمودید در روزهای تلخ و دردناک از دست دادن رئیس جمهور شهید و همراهان شهیدش شاهد ادای احترام جامعه فوتبال، بازیکنان در همین ثانیه‌های ابتدایی موقعیت برای پرسپولیس و با رضایت پایان بازی رو خواهد داشت. یه موقعیت برای استقلال خوزستان، یه غفلت در خط دفاعی و گل زود هنگام استقلال خوزستان. بازیکنای پرسپولیس رو معرفی نکردیم که یه لحظه غفلت دانیال اسماعیلی فر کنارزدگان جا میمونه و یک ضربه بغل پای آروم توسط علیرضا کاظمی همه معادلات بازی رو به هم میریزه. در مورد نفرات حاضر در ترکیب تیم پرسپولیس باید عرض بکنم که مهمترین اتفاق این غفلتی است که انجام شد و دروازه پرسپولیس خیلی زود باز شد. پاشه توپ ایستاده، ارسال تیر دورتر، اونجا فرصت برای عبدالکریم حسن، خوب اضافه شد اما ضربه‌اش رو بد زد. غفلت از او باعث شد که فضای مناسبی برای این بازیکن با تجربه قطری به وجود بیاد. سریعا هم برمیگرده، با هم ببینیم چه فرصتی داشت برای اینکه گل مساوی رو به ثمر برسونه. توپ برمیگرده، یه فرصت، حالا تک به تک نمیتونه از این موقعیت استفاده ببره، برگردون و توپه که به بیرون رفت. آفساید رو هم پر کرده بودن، توپ روبایی عالی، ضربه بغل پا، جاگیری ایدئال و در ادامه برگردونی که دیدیم به چه شکلی توپ بیرون رفت. با پا ایستادگی میکنه، دست آل کسی رو میخونه و نتونست در ادامه این قیچی برگردون رو جوری بزنه که توپ در نوازی استقلال خوزستان آروم بگیره. کنانی زادگان پشت دفاع، فرسلی آفساید روی زمین، خروج گروسیان، یک برخوردی هم اونجا انجام میشه. اعتراض بازیکنای استقلال خوزستان نسبت به این برخورد، امیدواریم فرزین گروسیان مشکلی نداشته باشه و بتونه در نوازی استقلال نماینده فوتبال خوزستان قرار بگیره. صحنه سوم نشون میده که چه اتفاقی افتاد. اینجا یه لحظه بیمه هوا به سمت توپ رفت روی ارسال زمینی. مربی موفق مربی هستش که در شرایط سخت بتونه وضعیت رو به سوی تیمش عوض بکنه. این میرفت اونجا تک به تک بشه مجددا مهاجم استقلال خوزستان. نحوه جایگیری خوب کوپال ناظمی که دوباره شاهد برخورد هستیم و ادامه بازی. صحنه آهسته قبلی در وضعیتی نامتعادل در بازی در حال برگزاری. سپاهان یه گل به هوادار زده، تو در یه بار که تک به تک بشه بیرون میاد گروسیان. عبدالکریم، تعلل و مکسو، یه فرصت دیگه میره تک به تک بشه، این بار به ایراوند. نفس ها در سینه حبس، لحظه ای نمیشه چشم از این بازی و سایر بازی ها برداشت. یه بار دیگه تک به تک شدن بازیکن استقلال خوزستان به ایرانوند ارتباط رو قطع میکنه. رو در رو با 3-4 تا بازیکن که در برابرش قرار گرفتن. اورانوف مسیرش رو عوض میکنه، ضربه رو میزنه در حالی که وضعیت سختی برای او وجود داشت و تو محوطه جریمه استقلال خوزستان ضربه کرنر به شکل خطرناک تو به این سم میاد. باید مراقبت به عمل بیاد که نمیاد و بهت و حیرت در این لحظه از بازی. چه اتفاقی داره میفته در ورزشگاه آزادی. پور موسوی اگر از ابتدای فصل تیمش اینجوری بازی میکرد، الان مثل چند سال قبل تیمش در کورس قهرمانی بود، نه در تلاش برای ماندن در لیگ. عرض کردم جای عبدالکریم حسن هم خالیه. موقعیت گل سوم، یه سر توپ، بازی تا پشت محوطه جریمه داره خوب پیش میره. ضربه آروم به ایرانوند، حرکت تو عرض، یه ضربه، فرصت برای پرسپولیس، تو مواز با تیر دروازه به بیرون میره. جدی ترین موقعیت پرسپولیس در این دقایق اندک باقی مانده. ببینیم چقدر زمان طلب شده رو در نظر گرفته. 5 دقیقه. از این 5 دقیقه هم بازیکن استقلال خوزستان
عبدالکریم حسن نشون میده میخواد شوت بزنه، میزنه. ایستادگی تحسین برانگیزه فرزین گروسیان. شاید دومین شانس مسلم گلزنی رو او گرفت، در حالی که پرچم به نشانه آفساید بالا رفته و حالا اشایی هم پرتاب میشه به سمت. خب اینجا الکثیر موقعیت آفساید بود. واکنش فرزین گروسیان روی ضربه محکم عبدالکریم حسن. قطعا او رو باید ستاره استقلال خوزستان بدونیم. حواسمون به صحنه آهسته بود که اینجا حواس پرسپولیسیان گویا پرت شد از مهاجمین استقلال خوزستان. تورسانوف یه سایش عالی، یه چرخش سریع، جاگیری اشتباه روی سکوها. چه قوقای حاکم هست. خداوندلو شاید این بازی برای اون نقطه عطف فوتبالیش باشه. عبدالکریم حسن میفرسته، کسی نیست در اون فضا که این بازیکنهای تازه وارد آیا میتونن نتیجه رو عوض بکنن. یه بار دیگه اینجا میره تک به تک بشه. نعمتی کم نمیاره، یه برخورد داره، داور به سمت بازیکن میره و ببینیم تصمیم چیست. دست به جیب میشه. شانس آورد که توپ داشت به کناره ها میرفت و پشت محوطه جریمه. علی نعمتی اگر مسیرش به سمت دروازه بود که قطعا الان کارت قرمز گرفته بود. ترابی ضربه رو میزنه، تو با اختلاف کم از کنار دروازه بیرون میره. اشاره داوری است که توپ خورده به دست مدافع دروازه‌بان استقلال خوزستان و اعلام کرنر میشه. سریع باید بلند شه. تو روی نقطه پنالتی فرود میاد. مجددا بازیکنه پرسپولیس و اینجا ضربه دانیال اسماعیلی فا. عبدالکریم حسن داشت که توپو بیرون زد. برخورد شدیدی بازیکن استقلال خوزستان، کارت بگیره، اخراج خواهد شد و چه اشتباهی رو انجام داد. عرض کردم بزرگترین دغدغه پور موسوی همین اشتباه بود. یک کارت زرد تلخ که منجر به کارت زرد دوم و اخراج شد. عجولانه عمل کرد، سر خورد، ولی خب همین کافیه که پای دانیال اسماعیلی فر رو بزنه. اخراج یکی از موثرترین بازیکن استقلال خوزستان با توجه به زمان کافی باقی مانده. اجازه عبور رو بهش نمیدند. قطعا دفاعی تر بازی خواهد کرد. یه ضربه، موقعیت، پرچم بالا رفته و موقعیت الکثیر که اینجوری واکنششون میده و بچگانه با هم یه کارت زرد میگیره. عصبیه، پرخاشگر و باید خونسردی خودش رو حفظ بکنه اگر میخواد به تغییر نتیجه امیدوار باشه. بازیکن مصدوم کماکان این سمته، یه تک به تک عالی، توپ از همه عبور میکنه و به دانیال اسماعیلی فری میرسه که او هم کم دقته و حالا به بالا سر بازیکن مصدوم استقلال خوزستان میرن. شاید مشکلشون گل اول باشه. یه ضربه، توپ تغییر جهت میده، به خودی میخوره و خبری هم از کرنر نیست. عبدالکریم یه موقعیت عالیه دیگه، توپا یکی پس از دیگری از مقابل مهاجمین عبور میکنه و دست خالی. جواد آقایی پور هم بدون که برخوردی داشته باشه حالا روی زمین افتاده. قطعا توان بدنی اونو تحلیل میده. توپی که مقابل پای امید عالیشاه هر چی داره دیگه داره به زمین میفرسته. ابوالفضل کوهی به دقیقه 70 داریم میرسیم. ترابی
ضربه رو میزنه، خوبم میزنه تو با اختلافی کم از بالای دروازه. رای آوت میشه. اورونوف یه فرصت عالی برای گل زدن. نه، پرسپولیس فعلا تا اینجا در گلزنی ناکام بزرگ بوده. انتاری و عبور از بازیکن مستقیم توسط اورونوف همه چیز رو مهیا کرد. امید علیشاه، امیری یه پنالتی میگیره یا نه؟ گرفت. چقدرم خوب از پس این کار بر اومد. خیلی ماهرانه از پس مهاره. رشادت علیشاه کاملا پارو زد ولی خیلی حرفه‌ای توپ رو گرفت. اول علیشاه، بعدم جایگیری کوپال ناظمی رو ببینید. حالا جدای از جو سنگین بازی، جایگیریش فوق‌العاده بود. این بار در یک مسافه رخ به رخ، کنانی زادگان یا گروسیان. جو حاکم بر بازی جوری هستش که داور هنوز متقاعد نشده سوتشو به صدا در بیاره برای زدن ضربه پنالتی. دل تو دل هوادارهای پرسپولیس نیست. بازی نساجی استقلال تهران 0-0. اینجا در این لحظه فرصت، یه مکس خونسردی کنانی زادگان کاملا میخکوب میکنه فرزین گروسیان رو. امیری او رو همراهی میکنه، ازش تشکر میکنه که سریعتر زمین بازی رو ترک بکنه. خیلی خونسرد این ضربه پنالتی رو زد. پرسپولیس میتونه از برتری خودش با توجه به 10 نفره شدن استقلال خوزستان استفاده ببره و حالا گل دوم این دقایق براشون بسیار بسیار حیاتی است. عرض کردم ساویو روبرتو در بدترین زمان ممکن کارت زرد دوم رو گرفت. دانیال اسماعیلی فر تا حدود زیادی اون اشتباه نیمه اولش رو با زدن این گل جبران میکنه و قطعا استقلال خوزستان با تعداد نفر بیشتری اونجا حضور داره. تو به تیر میخوره، چه شانسی میاره گروسیان، دست بردار نیستن این بار. اورونوف و توپو با هم از اون منطقه ریسکش رو به جون میخرند و حالا خطا به سود استقلال خوزستان. برای آل کثیر مردد گروسیان بیرون بیاد یا نه؟ ضربه آل کثیر، گل مساوی. پرسپولیس به بازی برمیگرده. پرسپولیس 3 استقلال خوزستان 3. ببینیم ماجرا از کجا شروع شد. یه لحظه گروسیان مردد شد، همین شک و تردید او رو به هم ریخت. داستان فوتبال. عبدالکریم تیر دورتر، امیری میفرسته اونجا با نوک انگشتاش توپ رو یه کورنر میکنه. علیشاه تو ورزشگاه هیچ کس ایستاده نیست، نشسته نیست و واقعا ایستاده و با هیجان. یه لحظه حواسم رفت به بازی استقلال و نساجی. یه بار دیگه این سمت علیشاه میاره تو عرض، پشت محوطه جریمه ضربه رو میزنه. نگاه میکنه گروسیان، در میان افسوس پرسپولیسیا تو بیرون میره. از این زاویه با هم ببینیم. رستم محمد میفرسته، خطرناک این موقعیت روی دروازه، تو با اختلاف کم بیرون رفت. نزدیک بود همه معادلات این بازی به هم بریزه. عرض کردم فعلا نتیجه 3-3. استقلال خوزستان هم شانس گل داشت. علیشاه، دانیال اسماعیلی فر، یه موقعیت، یه ضربه، برمیگرده زیر طاق دروازه. چه قوقایی برپا میشه در ورزشگاه آزادی. خواهیم دید. نشونه میده کنانی زادگان به امید علیشاه، یه پاس به عقب، برگشت توپ، آفساید رو پر کرده اینجا و حالا پرسپولیس 4
استقلال خوزستان 3. اورونوف با این گل پررنگی داشت در تغییر این نتیجه. حال کثیر یه خطا میگیره، داور سوت میزنه. پایان بازی که قطعاً فوتبال ایران و لیگ برتر فوتبالش صحبت‌های زیادی خواهد داشت در مورد این نتیجه.